برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک عرض می کنم. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات شما عزیزان را قبول درگهش بگرداند. ماه رمضان فرصت است، فرصت بزرگی برای همه ما و شما عزیزان که خودمان را در این ماه محاسبه بکنیم. همانطوری که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتان را محاسبه بکنید، نفس خودتان را محاسبه بکنید قبل از اینکه با شما حساب و کتاب بکنن. امروز روز کار است، عمل است و فردا در میدان حشر وقت حساب و کتاب است و الله سبحانه و تعالی مواسم مختلف را در طول سال برای ما و شما بزرگواران مهیا کرده است تا که از این فرصت ها استفاده بکنیم، توبه بکنیم و خودمان را محاسبه بکنیم، ببینیم در این یک سالی که گذشت از رمضان پارسال تا رمضان امسال که فردا اول رمضان است چه کردیم، چه گناهایی انجام دادیم و از این فرصت استفاده بکنیم که توبه بکنیم، چون که در این ماه مبارک درهای توبه به روی بندگان باز می شود، درهای جهنم بسته می شود و شیاطین به غل و زنجیر کشیده می شود و در هر شب از این شبهای مبارک شاید میلیون ها انسان، هزاران انسان از بندگان الله سبحانه و تعالی به فضل و کرم او تعالی و به وسیله توبه و دعا و عبادتی که انجام میدهند از آتش جهنم نجات پیدا میکنند. این ماه فرصتی است که ما به یک سری از عبادت هایی که باید در طول سال پایبند می بودیم، نماز، تلاوت قرآن و ذکر و دعا، در این ماه خودمان را عادت بدهیم، در این ماه این عبادت ها را با تمام و کمال انجام بدهیم و عزم کامل داشته باشیم که بعد از رمضان هم مانند ماه رمضان خواهیم بود.